ایران داره وارد یکی از سخت‌ترین دهه‌های اقتصادی میشه که همین الانش هم خیلی از شرکت‌ها فقط روی کاغذه که زندن، اما در عمل از بین رفتن. توی این ویدیو بهت میگم که تا 5 سال آینده چه شرکت‌های باقی میمونن و چه شرکت‌هایی به طور کامل از بین میرن. شرکت‌ها تو ایران دیگه با جنگ قیمت و تبلیغات الکی و اسم‌سازی کورکورانه زنده نمیمونن. آینده برای کساییه که مدل اقتصادی و ساختار قانونیشون از همین الان درست باشه. ولی سوال اصلی اینه تو آینده نزدیک کدوم مدل از شرکت‌ها رشد میکنن؟ طبق پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی ایران کمتر از 1%. حالا یعنی چی؟ یعنی فقط 5% از شرکت‌ها سود واقعی دارن و بقیه صرفاً فقط زندن، نه فعال. توی این وضعیت فقط شرکت‌هایی میتونن دووم بیارن که ساختار مالی و اقتصادیشون درست طراحی شده باشه، چون میتونن سرمایه جذب کنن، مجوز بگیرن و صادرات انجام بدن. هر شرکتی که ثبتش درست نباشه، مالیاتش شفاف نباشه و برندش قانونی نباشه، دیر یا زود حذف میشه. بر اساس تحلیل مسیرهای واقعی بازار ایران، 4 تا صنعت هستن که آینده رو میسازن. فناوری، شرکتایی که نرم افزار به کسب و کارها میفروشن. صادرات منطقه‌ای، شرکتایی که برند ثبت شده، کارت بازرگانی و ساختار قانونی دارن، قطعاً برندن. سلامت و توریسم پزشکی یکی از بزرگترین فرصت‌های دهه آینده. کشاورزی هوشمند، شرکت‌هایی که با ساختار حقوقی شفاف به راحتی سرمایه جذب می‌کنن. شرکت‌هایی که امروز کارشون رو قانونی نمی‌کنن، فردا به هیچ عنوان اجازه ورود به این فضاها رو ندارن. 90% شرکت‌های ایرانی به خاطر 3 تا اشتباه پیش پا افتاده نابود میشن. ثبت شرکت اشتباه با شراکت اشتباه. شرکت سهامی خاص برای استارتاپ بهتره، مسئولیت محدود برای کسب و کار کوچیک و اغلب اشتباهشون همینجاست. ثبت نکردن برند. اگه برندتو ثبت نکنی، فردا یکی دیگه ثبتش میکنه و اون وقت تو مجبوری با اسم جدید شروع به کار کنی. بیقانونی در مالیات و فاکتور رسمی. شرکتی که فاکتور رسمی نداشته باشه یعنی غیر قابل اعتماده و سرمایه گذار هیچ وقت پاشو اونجا نمیذاره. و باید بگم که اگه این 3 مورد رو درست نکردی، شرکتت نمیتونه هیچ آینده‌ای داشته باشه. آینده شرکت‌ها فقط به فروش و تبلیغ و محتوا نیست. در واقع کار اصلی پشت صحنه است. ساختار حقوقی درست، صورت جلسات، کارت بازرگانی، مجوز، برند، سنا، سجام و مالیات، اینا پایه هر شرکتن. هر کی اینا رو جدی نگیره، قطعاً شرکتش نابود میشه. شرکت‌های آینده دار ایران 3 تا ویژگی دارن: قانونمندی کامل، ثبت شفاف، برند رسمی، حساب‌های قابل دفاع و مجوزهای کامل. قابلیت صادرات و همکاری بین‌المللی. بدون ساختار ثبتی درست، صادراتت به صفر میرسه. دیجیتال و هوشمند. شرکت‌های آینده وابسته به اتوماسیون و دادن، حتی شرکت‌های کوچیک. پس حواست باشه که اگه امروز شرکتت کاغذیه، فردا اصلاً نمیتونی روش حساب کنی. اگه میخوای شرکتت زنده بمونه و وارد آینده بشه، از امروز باید ساختار حقوقی و تجاریشو به طور کامل درست کنی. توی این چنل قرار آینده شرکت‌ها رو برات واقعی، بدون تعارف و منطقی باز کنم. پس یادت نره که سابسکرایب کنی، چون قراره تو قسمت‌های بعدی مدل‌های واقعی شرکت‌های برنده و بازنده رو ببینیم.